سلام دوستان، به چنل دارکن سیرکل خوش اومدید. در ویدیو قبلی ستاب ATM آسیا مدل خرید 2024 رو مورد بررسی قرار دادیم و در این ویدیو میخوایم ستاب ATM آسیا مدل فروشش رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که بهتون گفتم مارکت سهام 23 ساعت است و 1 ساعت تعطیلی داره. وقتی که قیمت کلوز میکنه ما کلوزش رو مشخص میکنیم و وقتی که اوپن میکنه دوباره در ساعت 18 یک رنج بازگشایی برای ما میسازه که بهش میگیم نیو دی اوپنینگ گپ. این نیو دی اوپنینگ گپ ما حمایت و مقاومت مخفی مارکته و تا 5 روز معتبره و مثل یک آهنربا قیمت رو جذب میکنه. پس و اگه ما میخوایم سل بکنیم دوست داریم که نیو دی اوپنینگ گپ ما زیر قیمت لایو باشه، همونطوری که در مثال خریدش دیدیم که قیمت بالای لایو، قیمت لایو در واقع. در 1 ساعت اولیه مارکت ما اینشیال بای دادن سل ساعت لیکویدیتی داریم که نقدینگی اولیه مارکته که مارکت دوست داره این نقدینگی رو استفاده بکنه. ما سقف و کف رنج ساعت 18 تا 19 رو مشخص میکنیم و ساعت 19 سشن آسیا آغاز میشه. وقتی که سشن آسیا باز میشه ما صبر میکنیم ببینیم که به کف ما نفوذ میکنه یا به سقف ما. اگه اینجا مسلما به کف من میومد نفوذ میکرد من نمیتونستم بای بکنم. چرا؟ چون که نیو دی اوپنینگ گپ من باهاش یکی میشد و ازش فاصله نداشت که من بخوام جذبش بشم. اما اینجا میبینیم که قیمت اومده بالا و جذب نقدینگی سمت خرید شده و در تایم ماکرو که میشه از ساعت 10 دقیقه به 8 تا 8 و 10 دقیقه شب نیویورک ستاب ما شکل گرفته و قیمت به سمت نیو دی اوپنینگ گپ و سل ساید لیکویدیتی نقدینگی اولیه سمت فروش ترید شده. این رو اضافه بکنم که این ویدیو صرفا جهت اطلاع رسانیه و اهداف آموزشی داره و من هیچ پیشنهاد خرید و فروشی برای هیچ کسی ندارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.